عرض سلام، وقت بخیر خدمت شما همراهان گرامی. یکی از شایع‌ترین سوالات شما عزیزان در رابطه با شکستگی بینی هست به عنوان شایع‌ترین شکستگی سر و گردن. ما 5 نکته اساسی در رابطه با شکستگی بینی داریم. نکته اول زمانبندی های خیلی مهم ما هستش. قسمت اول در بحث زمانبندی بهترین زمان معاینه و در واقع مراجعه شما عزیزان هستش که بهتر از ظرف 72 ساعت خودتون رو به پزشک محترم متخصص گوش حلق و بینی برسونین، چرا که گاهی اوقات به دلیل هماتوم یا تجمع خون در تیغه بینی ظرف 72 ساعت تیغه بینی شما سوراخ خواهد شد و بینی شما بدشکل خواهد شد. پس این زمان 72 ساعت زمان طلایی هستش که بایستی مراجعه داشته باشین. بهترین زمان جا اندازی در اطفال 3 تا 5 روز و در بالغین تا 10 روز هستش. قسمت سوم در بحث زمان بندی حداکثر زمان جا اندازی هستش. حداکثر زمان جا اندازی ما 21 روز، یعنی باز هم با وجود اینکه زمان طلایی رو شما عزیزان در هفته سوم از دست میدین، اما تا 21 روز ما تلاش برای جا اندازی رو انجام خواهیم داد. دومین نکته عدم تغییر شکل بینی و عدم اصلاح نکات زیبایی، مثلا برداشتن قوز پشت بینی در حین جا اندازی هستش. این دو عملاً و اساساً دو عمل جراحی جداگانه‌ای هستند. سومین نکته عدم نیاز به بیهوشی هستش. شما عزیزان خاطر جمع باشید که جهت جا اندازی بینی ما یا در مطب با بی‌حسی موضعی و یا داخل اتاق عمل برای اطفال و عزیزانی که نسبت به درد حساس هستن با داروی آرامبخش جا اندازی رو به راحتی انجام میدیم. چهارمین نکته‌ای که در واقع وجود داره در بحث شکستگی بینی اولین زمان مراجعه شما عزیزان هستش که بایستی ظرف 1 هفته در واقع بعد از جا اندازی جهت برداشتن پانسمان داخل بینی و آتل روی بینی مراجعه داشته باشین. به یاد داشته باشین که تا 1 ماه ضربه به بینی ممنوع هستش و بایستی مراقبت داشته باشین. آخرین نکته هم عدم نیاز به گرافی و تصویربرداری هستش. به خاطر داشته باشین در شکستگی بینی برخلاف سایر شکستگی های بدن، گرافی هیچ نقشی در تشخیص و درمان شما عزیزان نداره، مخصوصا در اطفال فقط ریسک اشعه خوردن رو و عوارض اون رو بالا میبره. سپاسگزارم، براتون آرزوی سلامتی و توفیقات روزافزون دارم.